کارت به جایی رسیده جلو من وای میستی؟ آره؟ آره؟ اینجا ببینم. دور شرطت کردم. آره؟ آره؟ ببین همین امروز جوال پلاس رو جمع میکنه میره بگیره خفت میکنم تو همین آب. هم تو رو میکشم هم آقا تو چیکار میکنم؟ کشوری هستیم که شرافتمندانه تمام امکانات کشور رو در اختیار این بچه‌ها گذاشتیم. این بچه‌ها اگر میان فوتبال اینجوری بازی می‌کنن، این آقای گزارشگر بدونه اینا تو کشور ما تحت نظر مربی ما، تحت امکانات ما، هم بچه‌ها درس خوندن، بزرگ شدن، شکوفا شدن، تعلیم دیدن، مربیگری آموزش دیدن، همین مربی تو ایران زندگی می‌کنن. اینا بدونن تو کشور پهناور ایران تحت فرهنگ بزرگ ما بزرگ شدن. اگر هم این آقایون فرهنگ دارن از تو کشور ما یاد گرفتن.